برادر حاج آقا جونم، در اصل من و تو که نوکر آقا روح الله بودیم نباید میشد. شد حواس جمع نباشه، بصیرت نداشته باشی، غفلت بکنی، چه کنم دنبال علمداری بگردی. علمداری وجود نداره. فتنه 88 دیدی؟ قم با همه واتیکان بودنش صدای رسا ازش نمیومد بیرون که بچه من تکلیفش معلوم بشه. و اما خاطره، اصل خاطره، گفتن آقا این مجموعه به دلیل اینکه مثلا 7-8 سال اینها بودند و اینا یه خودم زبان بلدند و اینها، توی اونجا سازمان مللی ها رو شما ردخ و فتخ بکنید اموراتشون رو. اونجا نشستیم ما هم تو لابی و اینها، میرن میان فرانسوی ها و اینا، همه با لباس های رزمی، اونیفرم، اینها کلاه بره، همه اینا. در آسانسور رو زدم اومدم برم تو، یه آمریکایی قد 2.20، کلاه وسترن کابوی، جلیقه کابوی، شلوار چرمی، کفش مهمیز بسته، گابچرونی همینجوری خوردیم تو سینه هم دیگه. چشمم افتاد تو چشمش و اینها، زد پشتم. Hello my friend. Hello my friend خیلی معنی داره، نه؟ یعنی بعد از اون همه داستان ها و اینها اومدیم بازم. We are coming and we are coming to stay. اومدیم که بمونیم. من اینو دیدم پام لرزید. و چقدر خوب شد که شما نبودید و ندیدید این صحنه ها رو. اینجا نگم کجا بگم، میمیرم. گفتی خاطره بگو دیگه. اینا میدونی من دیوونم، اینا خاطره گفتم دیگه. خاطره گفتم از حاجم. به عشق توی مهدی عزیزی که ابراهیم هادی رو خیلی دوست داشتی.